دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 6 نفری شروع کرد که در کشتار زن و شوهر صاحبکار در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوغد متهم میشوند. مقصود جان محمد جان و عبادت نعمتالله و تیرمای سال گذشته به قتل رسانده بودند. این کشتار بیرحمانه سر و صدای زیادی را به بار آورد. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری دارد. عبدالله سلام، شما قبل از شروع برنامه گفتید که در مرافعه امروزه جزئیات بیشتری از این حادثه آشکار شده است. دقیقاً چی معلوم شد؟ شهلا طور مجرمان به تفتیشات شهادت دادند آنها در آغاز قصد کشتار را نداشتند، تنها با فرمایش نفر دیگر به هدف دزدی به خانه این صاحبکار درآمدند. این گروه شب 17 به 18 اکتبر سال 2017 پنهانی به حولی مقصود جان محمد جانوف وارد شدند. چون هنگام دزدی صاحبخانه آنها را می‌بیند، او را با همسرش عبادت نعمتالله و با سکوچ و ناقل برق بسته با بیرحمی خاص به قتل رسانیدند. خب این متهمان به جنایت واقعا با قصد کشتن رفتند یا فقط مقصدشان دزدی بوده است؟ عبدالمنان ارگاشف رهبر این گروه در رفت تفتیشات گفته است قصد اصلی آنها نه کشتار بلکه دزدی پولهای این صاحبکار بود. با اعتراف عیبدار شوندگان مقصود جان محمد جانوف قبلا با ظفر نام ساکنی شهر خوجند بحثی مالی داشته است. این نفر برای قصاص گرفتن از ارگاشف درخواست میکند که از خانه محمد جانوف پول بدزدند. تفتیشات این گروه را به غارت 59000 سامانی و 75000 دلار متهم میکند. اما با ادعای عیبدار شوندگان آنها از خانه صاحبکار 59000 سامانی و 20000 دلار را دزدیدند، نه 75000. این گروهی 6 نفره که زادگان ناحیه کانی بادام، مسجح و واسع هستند، عین زمان به کشتار و راهزنی متهم میشوند و با آنها سالهای طولانی زندان تهدید میکند. تشکر برای صحبت عبدالله. متاسفانه سالهای اخیر چند چنین حادثه غارت ساکنان پولدار در ولایت سوغد رخ داده است. از جمله ماه ایون سال 2013 یک گروه که بعداً معلوم شد اعضای یک خانواده بودند نیمه شب به قصد غارت به خانه طلافروش احمد خوجه بوبوی وارد شده او را همراه همسر و 3 فرزند خردسالش کشتند و خانه‌شان را آتش زدند. بعداً جنایتکاران طبق قانون جزای خود را گرفتند.